ساکنان ولایت دشاغوز ترکمنستان به بخش ترکمنی رادیو آزادی خبر دادند که افسران امنیتی جوانانی را که در خارج و اساساً در ازبکستان و تاجیکستان تحصیل کردند به بازپرسی میبرند. سخن درباره آنهایی میرود که در دوام 5 سال اخیر در مکتب‌های عالی و یا میانه کسبی آموزش دیدند. به قول مصاحبان رادیو آزادی اگر این جوانان باز ریش داشته باشند در اداره پلیس ریش‌هایشان را مجبوری تراشیده میکنند. پیش از آغاز برنامه ما تفصیلات رو از رهبر بخش ترکمنی رادیو آزادی فاروق یوسفی پرسان شده. Как сообщили нам наши корреспонденты в Туркменистане и эту информацию. طوری همکاران ما در ترکمنستان خبر دادند و بعداً این معلومات را منبع‌هایمان در مقامات حفظ حقوق ترکمنستان نیز تصدیق کردند. کارمندان قدرتی اساساً جوانانی را که قبلا در تاجیکستان و ازبکستان تحصیل کردند به بازپرسی دعوت میکنند. از آنها عمدتاً درباره حادثه‌های سوریه، سرنگون کردن رژیم بشار اسد و دیگر مسائل مربوط با دین و آیین و عبادت سوال میکنند. به نقل یکی از دانشجویان موردهای نیز جای داشته است که آنها را با بسته چاپ شده نسخه کدکس جنایی ترکمنستان زدند. اکثریت جوانانی که ریشدار بودند با اذیت علاوگی مواجه شدند. در رفت بازپرسی ریش آنها تراشیده شده است. همچنان بازپرسی ها را با ماه شریف رمضان وابسته می کنند. گفته می شود مقامات قدرتی ترکمنستان از آن نگران بودند که در سوریه جنگجویان از ازبکستان و تاجیکستان فعال می باشند. Были обеспокоены тем, что в Сирии действовали боевики из Узбекистана и Таджикистана. طوری همکارم تاکید کرد ریشی جوانان خشک تراشیده میشد. به غیر از آن مؤلف مقاله اصرار می‌ورزد که آدمان روزه‌دار را به شکستن روزه هم مجبور می‌کردند. Во время допросов некоторых молодых людей заставляли пить водку. هنگام بازپرسی ها بعضی از این جوانان را برای اثبات آنکه آنها چندان مذهبی نیستند به نوشیدن عرق و خوردن گوشت خوک مجبور می‌کردند. البته این تجربه از بر وقت در ترکمنستان رایج است. درباره جای داشتن چنین عملکرد در کشورهای دیگری آسیای مرکزی نیز قبلا گفته میشد. از جمله درباره آنکه کارمندان امنیتی برای اثبات آنکه بازداشت شده شخص افراطی نیست به او عرق نوشانده و گوشت خوک را میچشاندند. کسی که این عمل را اجرا میکرد او را جواب میدادند. Экстремисты или не экстремисты. И когда парни, те, кто выпил водку или там отпробовал свинины приготовленной, их сразу же отпускали. سپاس فاروق یوسفی رهبر بخش ترکمنی رادیو آزادی بود که به سوالهای ما پاسخ میداد. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی.